بیماران بایلترال هالوس والگوس همراه با همرتو هست که در سال 2025 در مجله فوت اند انکل سرجری چاپ شده. خب امروز مباحثی رو که مطرح میکنیم توی این مقاله بحث بک‌گراند هست، اون رابطه‌ای که وجود داره، روش‌ها، نتایج و بحث و در نهایت نتیجه گیری که وجود داره. خب با توجه به اینکه مشکلات پا و اندام تحتانی از علل سقوط در افراد مسن حساب میشه، تقریبا 38.3% این افراد در سال اول دچار سقوط میشن و هالوس والگوس هم جزء بیماری‌های شایع پا در افراد مسن هست که حدود 23% افراد مسن دچار عارضه هالوس والگوس هستن و رابطه محکم و قوی بین هالوس والگوس و همرتو وجود داره که گفته توی 50% افرادی که تحت عمل جراحی هالوس والگوس قرار گرفتن همرتو دیده شده. پوسترال استابیلیتی ضعیف یکی از مواردی هست که جزء طبقه بندی خطر در موارد ترس از افتادن و سقوط مطرح شده که به همین دلیل جزء این مواردی هست که اینجا مورد بررسی قرار گرفت. تو این مقاله گفته شده اون چیزی که الان مشخص هست و ما میدونیم این هست که بیماران با هالوس والگوس دو طرفه پوسترال استابیلیتی ضعیفتری رو دارن و احتمال سقوطشون بیشتر هست و گفته که اون چیزی رو که الان ما نداریم و اطلاعی در موردش نداریم این که آیا همرتو میتونه در بیماران هالوس والگوس تأثیر بذاره روی این پوسترال استابیلیتی یا خیر، این هنوز بررسی نشده. البته یه جا گفته که بررسی شده که خود همرتو و مشکلات انگشتان کوچک خیلی در استابیلیتی ایستا تأثیری نداشته. اینجا مقاله فرضیه رو که مطرح کرده بررسی گفته که هم استاتیک هم دینامیک پوسترال استابیلیتی در بیماران که همزمان دچار همرتو و هالوس والگوس هستن دچار مشکل هست و افزایش پیدا میکنه ولی کاهش پیدا میکنه، ولی حالا در نهایت به این نتیجه میرسه که روی پوسترال استابیلیتی ایستا تأثیری نداره. این مقاله به صورت کیس کنترل بررسی شده در بیماران خانم‌های بالای 40 سال با توجه به اینکه در خانم‌ها میزان هالوس والگوس بیشتر هست، تقریبا توی کتابم گفته 15:1 هست، توی خانم‌ها بررسی شده، سن بالای 40 سال رو مثلا بزرگتر مساوی 40 سال رو در نظر گرفته و بایلترال هالوس والگوس های بیشتر از 30 درجه رو که هم به صورت کلینیکی هم رادیولوژیک تایید شده شدت هالوس والگوسشون و بیمارانی که از سال 2013 تا 2024 به اون مرکز تروما مراجعه کرده بودن رو مورد بررسی قرار داده. اما این افرادی که مراجعه کردن کسانی که دچار مشکلات نوروماسکولار بودن، آرتریت التهابی داشتن و سابقه عمل جراحی پا داشتن رو از مطالعه حذف کرده. خب آقایون رو هم گفتیم که حذف کرده بود و افراد کمتر از 40 سال رو هم از این مطالعه حذف کرده. بیماران رو به دو گروه تقسیم کرده بود: بیماران با هالوس والگوس بدون همرتو و بیماران هالوس والگوس همراه با همرتو که بدون همرتو اچ منفی ها، اچ نگاتیو ها 28 نفر بودن و اچ پازیتیو ها 17 نفر. خب همرتو رو هم که تقسیم بندی که داشتیم به 4 گروه تقسیم میکرد که گرید 0شون نرمال بودن، گرید 1 بیشتر از سابلاکسیشنی که بیشتر از 50% پروگزیمال فالنکس بیشتر از 50% سطح متاتارس رو پوشش میداد و اینا رو خب همرتو محسوب نمیشدن. گرید 2 کسانی که کمتر از 50% پروگزیمال فالنکس پروگزیمال سطح متاتارس رو پوشش میداد، اینها رو به عنوان همرتو تقسیم بندی میکرد و گرید 3 هم خب دیسلوکیشن کامل و در رفتگی کامل رو که اومد و در یک مطالعه گفته بود نوع دوم و سوم، یعنی گرید 2 و گرید 3 رو به عنوان همرتو در نظر میگیره. در گروه همرتو 5 تا از بیماران همرتو دو طرفه داشتن و 12 تا بیمار هم یک طرفه بوده. توی استاتیک پوسترال استابیلیتی از استابیلومتر استفاده کردن که
بیمار به صورت با پای برهنه میرفت و به صورت آپرایت روی اون تخت وای میساد و دو پا چسبیده به هم، اندامهای فوقانی آویزان کنار بدن، به مدت 30 ثانیه بررسی میشد که اون پارامترهایی که بررسی میشد یکیش LNG بود، اون مسافتی رو که طی میکنه و هرچی این مسافت بیشتر بود باعث نتیجتا یعنی استابیلیتی کمتری داشت که کاتافشون رو بزرگتر مساوی 34.5 سانتی متر در نظر میگیره و بیشتر از این عدد به عنوان ریسک فالینگ مطرح میشد. یکی هم سرعت بود که هم به صورت مدیال لترال و هم انتریور پوستریور ولوسیتی بود. یکی انولوپ بود، اون مسافتی رو که طی میکرد و REC و RMS که حالا اینها در بعضی موارد گفته که حالا اگه LNG افزایش زیاد باشه احتمال سقوط بیشتر هست، اگه ولومتری زیاد باشه احتمال سقوط بیشتر هست. بقیه شاخص ها رو بیشتر مطرح کرده که در کنار بقیه شاخص ها باید بررسی بشن و به تنهایی نمیشه گفت اگر افزایش داشته باشن یا کاهش نشون دهنده استابیلیتی هست یا نه. برای بررسی داینامیک استابیلیتی دو تا معیار و معیار تعادل بیگ رو بررسی میکرد که شامل 14 تا آیتم بود که هر کدوم از این آیتم ها بین 0 تا 4 امتیاز میگیره و حد اکثر امتیازی که میگرفت امتیاز 56 بود که هرچی این امتیاز پایین تر بود احتمال سقوط بیشتر بود و کاتافشون رو 49 در نظر گرفته بود. و یکی هم معیار تایم آپ اند گو هست که برای بیمارانی هست در حالتی هست که ایستاده از روی صندلی که حدوداً 60 سانتی متر فاصله داشته باشه نشیمنگاهش بلند میشن، راه میرن به 3 متر راه میرن و بعد برمیگردن و میچرخن و برمیگردن که توی مطالعه بررسی شده بود که مطالعه 2 سالانه افراد مسن رو که بررسی کرده بودن دیده بودن که اگر بیشتر از 9 ثانیه این طول بکشه افزایش اینها نیاز به مراقبت پرستاری دارن و در این مطالعه هم کاتاف 9 سانتی متر رو به عنوان ریسک خطر سقوط و اینستابیلیتی در نظر گرفته. یکی ترس از سقوط بود که سوالایی بود که از خود بیماران میپرسیدن، 16 تا سوال بود، بین باز 1 تا 4 امتیاز میدادن که 64 امتیاز ماکسیموم امتیازی بود که میگرفتن. اگه امتیاز 19 و کوچکتر از 19 رو به عنوان لو ترس خفیف و 20 تا 27 رو ترس متوسط و بزرگتر مساوی 28 رو که ترس شدید و احتمال بالای خطر افتادن بود که باز در یک مطالعه روی بیماران سکته مغزی و بررسی کرده بودن گفته بودن که کسانی که امتیاز بالای 28 دارن احتمال این استابیلیتی و سقوطشون بیشتر است. توی این مطالعه 93 بیمار مراجعه کردن که از این 93 بیمار تعدادشون دچار هالوس والگوس مایل بودن که معیار ما متوسط و شدید بود، یه تعدادشون یک طرفه بودن و حالا بیماران نوروماسکولار داشتن، اسپاینال دفورمیتی داشتن و آرتریت روماتوئید داشتن یا استوآرتریت زانو داشتن و بیماران کمتر از 40 سال بودن که اینها رو از مطالعه خارج کردن و در نهایت به 45 تا بیمار رسید که گفتیم معیارهای اکسکلودشون شامل مایلد هالوس والگوس بود، یونیلترال ها بودن و نوروماسکولار ها بودن. گروه بدون همرتو 28 تا بیمار بودن و گروه هالوس والگوس همراه با همرتو هم که 17 تا بیمار بودن. در بررسی که انجام شد سن بیماران به خاطر همگینی که میخواستن انجام بدن تقریبا توی یه محدوده نرمال بود، ولی BMI بیمارانی که هالوس والگوس همراه با همرتو داشتن بیشتر از بیماران بدون همرتو بود که این معنادار بود پی ولیوشون و تنها تفاوتی که داشتن اینجا بود. توی پوسترال استابیلیتی استاتیک بررسی که انجام شد هم LNG هم VL یا ولوسیتی هم مدیولترال هم انتروپوستریورشون و انولوپشون ریکشون و RMSشون همه مساوی بود، یعنی پی ولیو معناداری نداشتن. به همین دلیل در نهایت به این نتیجه رسیدن که تفاوت معناداری ایجاد نمیکنه. تو این استابیلوگرامی که اینجا میبینیم دیده شد که توی بیماران همرتو مثبت وایتر هست اون معیار کوپشون و یعنی مسافتی رو که میان نقطه‌ای که سنتر آف پرشرشون وایتر هست، ولی سایر موارد تفاوت معناداری توشون دیده نشد. توی داینامیک استابیلیتیشون دیده شد که هم معیار BBS همون معیار تعادل برگشون
داره پی ولیو معناداری هست که و هم کوچکتر مساوی امتیاز کوچکتر مساوی 49 شون که در گروه همرتو مثبت 6 تا بیمار و 35% بیماران بودن که باز این معنادار بود و امتیازشون هم گروه اچ مثبت 50. توی TUG یا تایم آپ اند گوشون توی بیمار همرتو مثبت 9.8 به اضافه منفی 2.1 بود که معنادار بود، ولی در خصوص TUG بالاتر از 9 ثانیه بین دو گروه همرتو مثبت 13 تا بیمار و همرتو منفی 13 تا بیمار بودن که این تفاوت معناداری بین اونها دیده نشد. ترس از افتادن که FES 25.6 به اضافه منفی 6.14 بود در گروه همرتو مثبت که معنادار بود و همچنین FES بالای بزرگتر مساوی 28 شون باز هم در گروه همرتو مثبت 7 نفر و در گروه منفی 2 نفر بودن که باز این تفاوت معنادار بود. دیدیم که توی مطالعه دیده شد که معیارهای استاتیک استابیلیتی تفاوت معناداری بین گروه همرتو مثبت و گروه همرتو منفی وجود نداره ولی داینامیک استابیلیتی و ترس از سقوط هم در بیماران همرتو مثبت بیشتر هست و تفاوت معناداری وجود داره با گروه همرتو منفی. نقاط قوت این مطالعه این بود که خب همرتو تعریف واضح و مشخص علمی داشت و سامپل ما هوموژن بود و فقط بیماران بایلترال مودریت تو سیویر رو انتخاب کرده بود، جنس خانم بودن فقط و آقایون رو خارج کرده بودن. اما محدودیت هایی که داشت خب سامپل سایز ما کوچیک بود و فقط شامل 45 تا بیمار بود. بیماران بدون درد رو اکسکلود کرده بود از این مطالعه. BMI بالانس نشده بود که گفتیم در گروه همرتو مثبت BMI بالاتری رو داشتن و سینگل سنتر رو بررسی کرده بود و در نهایت تیک آف میسیجی که داشتیم این بود که همرتو تأثیری روی پوستورال استابیلیتی استاتیک پوستورال استابیلیتی در گروه مودریت و سیویر نداره، ولی داینامیک استابیلیتی رو در گروه همرتو مثبت تفاوت معناداری داره با گروه همرتو منفی و ترس از فالینگ همچنین تفاوت معناداری وجود داره. با عرض سلام خدمت اساتید و همکارای گرامی. امروز میخوایم یه 2 تا کیسی که شاید به صورت شایع حالا تو درمانگاه میبینیم و منیجمنتشون رو با هم بررسی بکنیم. دکتر عابدین زاده، یه خانم 64 ساله‌ای به صورت شایع میبینین کیس زیاد میاد درمانگاه، با این دفورمیتی میاد درمانگاهتون، سابقه پس مدیکال چیزی نداشته، شکایتش درده و اینکه میگه من نمیتونم کفشم راحت بپوشم، میگه هرچی کفش پهنم استفاده میکنم باز مشکل دارم. چیا میبینید؟ استاد خب حالا به طور واضح حالا دفورمیتی هالوکس والگوس مشاهده میشه تو 60 و متاتارس حالا به سمت ویروس رفته، 60 به سمت ولگوس، حالا یه خورده پرونیشن 60 هم اتفاق افتاده. توی انگشت دومش به نظر حالا همرتو داره چون پی آی پیش فلکس شده و دی آی پیش هم حالا تقریبا حالت نوتر داره و حالا کراس اوور هم علامت کراس اوور تو هم داره چون 2 تا انگشت تقریبا رو هم دیگه افتادن، یعنی 60 رفته زیر انگشت دومش و دیگه هر 60 که بره زیر انگشت دوم کراس اوور تو میشه. خود هالوکس والگوس نمیتونه باعث بشه 60 بره زیر انگشت دو. الان خب هالوکس والگوس در واقع باعثش شده که این اتفاق افتاده. خب نمیدونم یعنی الان به ولگوس رفتن 60شه که رفته زیر انگشت دوم. دیگه چی میبینی؟ دیگه این چیه؟ اونم سابلاکسیشن ام تی پی پنجمش مشاهده میشه، ولی خب به نظر علتش دفورمیتی در واقع حالا سر متاتارسشه. اسمش چیه؟ اتفاق افتاده. کتابتون یه ترمی داره. اسمش چیه؟ پس علالمون نیست، فقط میخوام اسمش رو بدونی. بونیونت. اسم بونیونه چیه؟ تیلور بونیو. بله. دکتر حیدری، اینم یه کیس دیگه است.
یه آقای 62 ساله بوده، پس مدیکال چیزی نداشته. میگه موقعی که بچه بوده یه ترمایی به پاش وارد شده، از اون موقع پاش به این شکل اومده. میگه انگشت دوم تازه این اخیراً ایجاد شده، ولی انگشت شستش از همون موقع بوده. چیا میبینی؟ یه توضیح به ما بده بعد بگو فکر می‌کنی علتش چی بوده. دیسلوکیشن MTP اول داشته. چی داشته؟ یه اول دیسلوکیشن احتمالاً، شاید یکی از کودکی بوده. حالا هالوکس والگوس هم داره، حالا زاویه‌اش رو نمیده آیه ونگلش چقدره. آیمش 19، هالوس والگوس انگلمون هم 45 درجه است. خب آیمش که بالاست، متاتارسش. خب نه، اول بهم بگو فکر میکنی علتش چی بوده که این اتفاق افتاد وقتی میگه یه ترمایی داشتم و از بچگی همین حالت رو دارم؟ این که چرا متاتارسش چرا این اتفاق واسه پا شد؟ چرا هالوس چون والگوس پیدا کرد؟ بیومکانیکش به هم میرزه. اون سزامویدا در واقع با لیگامنایی که کف پاش، یعنی اون توی قسمت پلانتار هستن، جلوگیری میکنن از اون حالت هالوکس والگوسش. وقتی این پرونیت بشه سزامویدش، مثلا لترالش، فکر میکنم اونو تشدید میکنه دیگه. خب الان برای این مریض پلن درمانی چیه؟ آرترودز باید بشه، احتمال دی داره، نمیدونم داری یا نه. تو ادامه با هم پس برداشتیم. موضوع امروزمون دو تا بخش جدا از هم داره. یکی منیجمنت هالوس والگوس تو افراد الدریه با آیمایی های بالا و هالوس والگوس انگل های بالا. یکی هم منیجمنت لسرتو دفورمیتی هاییه که همراه با هالوس والگوس این افراد میتونیم داشته باشیم. برای منیجمنت هالوس والگوس یه مریض اومده آیمه 17 هالوس والگوس 38. چه آپشن هایی داریم از نظر کتابتون؟ خانم دکتر داچک. به صورت کلی جدولی که کتاب گفته و نموداری که داریم بر اساس IMA و هالوکس والگوس انگلمونه. تو IMA های بالا، اینترامتاتارسال انگل های بالا میریم به سمت پروسیجرهای لپیدوس و اینا، ولی تو وقتی که IMA مون خوبه، هالوکس والگوس انگلمون خیلی بالاست، میریم به سمت اسکارف اوستئوتومی و پروکسیمال اوستئوتومی. بعد توی یه چیزای دیگه هم داشتیم که حالا یه سری اوستئوتومی دیگه هم داریم که پروکسیمال اوستئوتومی میکنیم فقط. تو وقتایی که دیستال مشکل داره، ایکین پروسیجر و اینا رو میریم سمتشون، ولی به صورت کلی هم بر اساس IMA و هالوکس والگوس IMA اون بالا باشه بیشتر میریم سمت لپیدوس، هالوکس والگوس انگلمون فقط بالا باشه به سمت اسکارف. خب لحاظ جدولی همونجوری که گفتی توی آیمه های زیر 20 هالوس والگوس انگلی که زیر 40 باشه، ما سه تا آپشن لحاظ این الگوریتم داریم. یکی این که بیایم پروکسیمال TMT رو فیوز بکنیم با دیستال سافت تیشو پروسیجر، یا MTP رو فیوز بکنیم، یا پروکسیمال اوستئوتومی بکنیم به علاوه دیستال فیوژن، به علاوه دیستال سافت تیشو پروسیجر. کلر چیه؟ و چه موقع از پروسیجر کلر استفاده میکنیم؟ اصلا میتونیم استفاده بکنیم یا نه؟ کلر که اونی که یه اوستئوتومی وجمانه برمی‌داریم بعد مثلا نه کلر پروسیجر. دکتر استانی شما که خوندی تو چه افرادی انجام میدیم؟ کلر پروسیجر همونجوری که دکتر صدیق گفتن یه رزکشن آرتروپلاستیه، یعنی میایم 1/3 اولیه پیوان رو برمی‌داریم توی افراد کتابتون میگه بالای 70 سال و افرادی که خیلی دیمندینگ نیستن، در حد فعالیت داخل خونه هم میتونیم ما کلر پروسیجر رو برای این افراد انجام بدیم. های بالای 13 و حالا هالوس 30 تا 36 درجه رو کتابتون میگه میتونیم توشون انجام بدیم. پروسیجر بعدیمون که گفتیم MTP آرترودز، یکی دیگه میتونیم TMT آرترودز بکنیم به علاوه سافت تیشو پروسیجر، یکی هم که دیستال سافت تیشو به علاوه پروکسیمال متاتارسال اوستئوتومی. کی میایم تصمیم بگیریم MTP آرترودزش بکنیم، کی TMT آرترودز بکنیم؟ خب هایپر موبیلیته رو چه جوری معاینه می‌کنی؟
چه مفصلی رو بالا ببرید، کدوم سمت رو ثابت میکنید، چه مفصلی رو چک میکنید. تیمون رو چک میکنم. نکن انکل رو تو پوزیشن نوست نگه میداری، 4 تا لسر تویی که داری، متاتارسی که داریم با یه دست فیکس میکنی، ری اول تو دورسو پلنتار رو جابجا میکنی. اگه جابجاییت کم باشه تو ورتیکال، یعنی کمتر از 4 تا 5 میلیمتر باشه، این میشه نورمال. اگه دورسالت بیشتر از پلنتارت جابجا شد یا بیشتر از 4 تا 5 میلیمتر جابجایی داشتی، این میشه هایپر موبایل. هایپر موبایل باشه باید چیکار کنیم؟ باید پروگزیمال رو فیوژن کنیم. اگر هایپر موبایل نباشه میتونیم بریم به سمت دیستال. خب حالا چه موقع بریم پروگزیمال استئوتومی بکنیم، مثلا فیوژن انجام ندیم؟ یا بهتر بگم اندیکاسیون آرترودزمون چیه؟ اگه عود مجدد داشته باشی، یکیشونه، یکی حالا اینجا بذار دکتر حسینی بگه اینجا رو خونده. اگه هالوکس از لحاظ درجه شدید باشه، اگه پست تروماتیک باشه، اگه همراه با بیماری‌های روماتولوژی آر ای باشه، اگه با همراه با بیماری نوروواسکولار سی پی اینا اگه باشه. خب همونجوری که گفتی چیزایی که کتابتون میگه، یکی سیویر دیفورمیتی داشته باشی که کالوزیته زیر متاتارس 2 3 داشته باشی، دژنراتیو آرتریتیس داشته باشی تو بالای 60 سال، مایل تو مودریت دیفورمیتی داشته باشی همراه با لیمیتد موشن. این یعنی چی؟ painful و unlimited MTP movement. منظورش چیه؟ هالوس والگوسی که همراه با هالوس ریجیدوس شده. اینجا باید بریم سمت فیوژن، ریکارنت باشه، بیماری نورماسکولار داشته باشیم، پست تروماتیک هالوس والگوس. اینجا جایی که با هم کار داریم. چرا پست تروماتیک باید باعث هالوس والگوس بشه؟ شده باشه خودش نه یا آسیب لیگامانی ایجاد کرد. لیگامان نه واسه یه چیز دکتر گفت. نه تورف تو چیه؟ تو کتابتون یه عنوانی داریم به اسم تورف تو. میگه آسیب های MTP اول که آسیب شدید کامپوننت های مدیال پیدا کرده، یعنی کپسول مدیالش کامل راپچر پیدا کرده، له شده، حالا هم میتونه اوپن باشه هم میتونه کلوز باشه، الزاما چیز نیست. اسم ترمی که کتابتون استفاده کرده تورف تو. خب میگه کپسول مدیال کلا از بین رفته. وقتی کپسول مدیالت از بین بره یعنی باترس مدیال تو دیگه نداری و لترال میاره به سمت هالوس والگوس. این پست تروماتیک هالوس والگوسی که داره میگه منظورش اینه. خب یعنی شما در اثر یه تومور مدیالت کلا از آسیب دیده و از بین رفته به سمت هالوس والگوس رفته. یکی هم هالوس والگوس تو مریضای آرتریت روماتوئیده که ما استفاده میکنیم. خب از کلیت این برمیاد که آرترودز برای یه مریض مسنه. آیا آرترودز رو میتونیم برای افراد جوان هم استفاده بکنیم یا نه؟ اگه بخوایم بکنیم چه محدودیت‌هایی داره؟ اصلا علت این که نتونیم استفاده کنیم چیه؟ اون کتابتون میگه افراد جوان با یه پیش زمینه‌ای باید اینو انجام بده که به مریض بگی ممکنه به فعالیت ورزشی قبلیش نتونه برگرده، کفش پاشنه بلند نتونه بپوشه، مخصوصا تو خانوم‌ها. چون هالوس والگوس تو خانوم‌ها شایع‌تره، میگه باید بهشون حتما بگی که کفش پاشنه بلند ممکنه نتونن استفاده بکنن. ولی اینکه بتونی توی افراد جوان میتونیم آرترودز رو استفاده بکنیم یا نه، خود کتابتون میگه 89 تا 91% افرادی که آرترودز شدن به فعالیت ورزشی قبلیشون تونستن برگردن، تو 6 ماه هم تونستن برگردن. یعنی محدودیتی ایجاد نمیکنه واسه مریض. از یه طرف هم یه مقاله‌ای که تازه اومده فالوآپ 10 ساله رو که بررسی کرده تو افراد زیر 50 سال و بالای 60 سال، دیده هیچ فرقی با هم ندارن. یعنی آرترودز برای افراد جوان هم یک آپشن درمانی حساب میشه. از نظر سرجیکال تکنیک کاری که انجام میدیم برای آرترودز دو تا فیلد مختلف داره. یکی از نظر آماده کردن اون سرفیسیه که برای آرترودز میخوایم که حالا میتونیم فلات کاتش کنیم، تیپر کاتش کنیم یا با استفاده از ریمرها که عکسشو احتمالاً دیدین و تو چنل ها اینستا و اینا زیاد میبیننش، بهش میگن کاپکون که میاد به صورت ریمر یه سطح رو حالت مقعر میکنه، یه سطح محدد میکنه که این دوتا برن تو هم دیگه فیکس بشن. از نظر فیکسیشنش هم خب میتونیم با کی وایر، با کامپرشن اسکرو و پلیتینگ استفاده بکنیم. نکته‌ای که وجود داره، استیبل ترین و محکم ترین نحوه فیکسیشن کدوم حالته به نظرتون؟
کتابتون میگه استیبل ترین کانستراکتی که میتونین داشته باشین کامپرشن اسکرو به علاوه دورسال پلیته. خب شما میتونید این کامپوننت ها رو همه رو با هم میکس کنین و استفاده بکنید. خب استیبل ترین حالتش اینه که یه پیچ اوبلیک بذاری که کامپرشن بگیری و دورسال پلیت براش استفاده کنی. تو تکنیکالش حالا این عکسی که خود کتابتون هم گذاشته با یه اپروچ دورسال میریم، مدیال هم میتونین اپروچ برین. حالا جلوتر میگم چرا مدیال رو باید استفاده کنیم بعضی مواقع. یه کات حدود 3 تا 4 میلیمتری از سطح مفصلی رو ور می‌داریم. وقتی کاتو زدیم اولین کاری که باید بعد از زدن کات بکنیم چیه؟ برای اینکه سطح آماده بکنیم برای اینکه فیوژن بگیریم قبل از اینکه فیکسش بکنیم باید حتما دریلینگ انجام بدین اون ناحیه رو. اگر به متافیز نرسیدین یعنی کاتتون به متافیز نرسیده و تو اون قسمت بون دنسین هنوز بون دنس ساب کنترلین حتما دریلینگ رو باید انجام بدین که این ریت یونیونتون رو بیشتر بکنه. دکتر هستنی برای فیوژن پوزیشن تو چه حالتیه؟ باید تو نوتر باشه، بعد 15 درجه ولگوس فکر کنم، بعد و 15 درجه دورسی فلکس نسبت به زمین و 25 تا 30 درجه دورسی فلکس نسبت به متاتارس اول. دقیقاً 25 تا 30 درجه نسبت به متا اول، 15 نسبت به کف پا، یعنی سطحی که پا میخواد زمین قرار بگیره. 15 درجه هم تو ولگوس باید حتما قرارش بدون، قرار نیست نوتر بشه. برای پستاپش کتابتون میگه حتما بهشون ویتامین دی بدین. مریضی که آرترودزم میشه حتما باید ویتامین دی استفاده بکنه. نکته‌ای که کتابتون میگه میتونه وزن‌گذاری داشته باشه همراه با پست اپراتیو شو. پست اپراتیو شو یعنی چی؟ به اینا میگن آفلودینگ شو. منظور از پست اپراتیو شو آپلودینگ شو هست. یه نکته که وجود داره، آیا آرترودزم میتونه آی ام ای رو تغییر بده؟ پستاپ مریض آی ام ای تغییر میکنه یا نه؟ تغییر میکنه و تا 8 درجه IMA و 36 درجه هالوس والگوس رو کاهش میده. خود این مریض ما که IMA 17 بود بعد از عمل IMA 11 و هالوس والگوسش هم 16 شد. خب هالوس والگوس طبیعیه چون خودمون داریم این پا رو میبریم تو این پوزیشن. چرا IMA رو تغییر میده؟ کانسپتش فقط میخوام بدونید. چون وقتی فیوژن میکنیم ما سافت تیشوی دیستال اون اداکتور اینا رو که تغییری ندادیم، اون داره متا رو میکشه به این سمت و باعث یه مقدارش به خاطر اون اصلاحیه که شما انجام میدین، یه مقدارش هم به خاطر سافت تیشویی که داره میکشه و کل کامپوننت رو با هم میاره و آیا میتونه کاهش میده. خب قسمت دوممون هم که سریعتر بگیم میشه دفورمیته لسرشه. 3 تا ترم اینو با هم تعریف کنیم بریم سر درمانش سریع. همرتو، کلاتو، ملتو. اینا چی ان دکتر وافی؟ کی میگیم همرتو، کی میگیم کلاتو، کی میگیم ملتو؟ استاد ملت تو همون که انگشت ماشه‌ای که بهش میگیم بیشتر ناحیه دی آی پی. انگشت ماشه‌ای که میشه تریگر فینگر. نه ببخشید انگشت چی بهش میگم چکش. آره همر توی بیشتر پی آی بیمون چیز میشه انحراف پیدا میکنه و توی همشون پی آی پی درگیر هست ولی اینکه تو همرتو پی آی بذار با هم پیش بریم. همرتو میشه یه فلکشن ابنورمال توی پی آی پی 1 یا 2 تا از انگشت ها لسرتو. اکستنشن ام تی پی ممکنه داشته باشیم نداشته باشیم، فلکشن دی آی پی ممکنه داشته باشیم نداشته باشیم. پس کامپوننت اصلیش میشه چی؟ میشه پی آی پی فلکشن تو 1 یا 2 تا از انگشت ها. کلاتو میشه پی آی پی فلکشن تو همه انگشتان، 4 تا انگشت لسر، اکستنشن ام تی پی توی همه انگشتان و دی آی فلکشن توی دی آی پی. علت کلاتو چیه؟ بیماری نورماسکولاره. به خاطر همین تمام انگشتا رو درگیر میکنه. یعنی وقتی تو همه انگشتا رو میبینی درگیر شده باید به این فکر کنی که یه بیماری نورماسکولار مریضت داره، الزاما یه ایدیوپاتیک نیست. ملتو هم میشه فلکشن کانترکچر تو دی آی پی. اوکی. خب دکتر سامانپور یه 3 تا کیس رو با هم ببینیم. این چیه؟ چرا کلاتوه؟
بگو کامپوننتاشو سریع بگو. چون همه انگشتاش توی پی آی پی دچار فلکشن شده. توی پی آی پی فلکشن داره. بله. عملا اینجا از کف پا رو که می‌کنی چون سر ام تی پی اومده پایین، پس یعنی چی؟ یعنی ام تی پی ها تو اکستنشن داره. دی آی پی ها هم تقریبا توی فلکشن. دکتر رضایی این چیه؟ صد این پی آی پیش فلکس شده، دی آی پی انگشت دومش هم فلکس شده. اول بگو چند تا انگشته؟ اینم به نظر همشون درگیر بودن پلاتو میشه. چجوری هم انگشت درگیر؟ یعنی پی آی پی همشون فلکس شده تو عکس من میبینم. خب نه، تو وقتی پات رو زمین قرار بگیره یه فلکشن مختصری داری، ولی این فلکشنی که توی پی آی پی 2 داریم، انگشت 2 داری میبینی نسبت به بقیه انگشتات بیشتر. بله واضح تر پس میشه یک انگشت. تشخیصش چیه؟ حالا این دی آی پیش اگه حالا تو عکس من میبینم نوت یا همین اکستنت باشه من میشه با همین همرتون. جمله رو بهت میگم، یه انگشت 2 فقط پی آی پی فلکس همرتون میشه. این چیه؟ با هم بگیم. این میشه ملتو. ملتو. فقط دی آی پی تو فلکشن رفته. خب پس این مریض ما چی شد؟ این الان کلاتو تشخیصش و همرتو دیگه، کلاتو نیستش. حالا اتیولوژیشو بخوایم سریع با هم بررسی کنیم، نگاه کنیم برای انگشتا توی نورمال الاینمنت قرار بگیرن، عضلات اکسترینسیک و اینترینسیکمون باید با هم کار بکنن. اکسترینسیک های انگشت میشن ایدیل و اف دی ال، اینترینسیک ها میشن چی؟ دورسال اینتروسوس، پلانتارس اینتروسوس، لومبریکالا. خب کاری که انجام میدن، ایدیل میخواد ام تی پی رو ببره تو اکستنشن، FDL میخواد PIP DIP رو بیاره تو فلکشن، اینترنسیک ها دقیقاً برعکس اینو کار میکنن، یعنی میخواد MTP رو بیاره تو فلکشن، PIP DIP ببره توی اکستنشن. حالا برای اینکه نکته اصلی که همرتو توش ایجاد میشه یعنی اتفاق میفته اینه، EDL برای اینکه کار بکنه MTP باید تو چه پوزیشنی باشه؟ MTP باید نوتر یا فلکس باشه. MTP بره توی اکستنشن، EDL دیگه نمیتونه کار بکنه و این میشه شروع اولیه فرایندی که همرتو کلاتو اتفاق میفته. یه قسمت کامپوننت دیگه ای که داری پلانتار پلیت که میاد به زیر MTP میچسبه و پرایمری استابیلایزر مفصل MTP برای اینکه نره توی اکستنشن. خب سه تا اتفاق میتونه بیفته که ما بریم به سمت همرتو. یکی اینکه گفتیم MTP بره توی اکستنشن، EDL دیگه نمیتونه کار بکنه، از اون و FDL شروع میکنه DIP و PIP رو میاره تو فلکشن. این میشه مرحله اول. یکی بعد از اینکه مفصل رفته توی اکستنشن، پلانتار پلیت اینسافیشنت میشه، چه اتفاقی میفته؟ سابلاکسیشن و دیسلوکیشن اتفاق میفته. یکی دیگه اشون هم لومبریکال ماسل هان. لومبریکال ماسل به مدیال انگشت، یعنی جهتش از مدیال انگشت رد میشه. وقتی این بالانس پیدا بکنه، چه حالا اوور اکتیویتی چه آندر اکتیویتی داشته باشه، باعث میشه یه دفورمینگ فورسی به انگشت وارد بکنه. اگه هایپر اکتیو بشه میارش تو والگوس، اگه فورسش از بین بره انگشت میره تو واروس. خب یعنی اون علت این که بعدن کراس اوور تو اتفاق میفته این لومبریکالاست که داره جهت رو عوض میکنه واسه. حالا بر اساس این اتفاقایی که میفته، اتیولوژی که وجود داره، یکی کفش تنگ باشه، بیماری نوروماسکولار داشته باشی، سندروم کمپارتمان تو ساق اتفاق افتاده باشه که یا کف پا که حالا اکستنسیک و اینترنسیک دفرمه شده باشن، ری دومت بلندتر از ری اولت باشه، هالوس والگوس داشته باشه، اینا میشه جزء اتیولوژی که وجود داره. همونجوری که حالا تو مقالم دکتر سامانپور گفته بود، شایع‌ترین سنش بین دهه 5 تا 7 و زنها هم 4 برابر توشون شایع‌تر. یه اتیولوژی دیگه که جدیداً توی دفرمیته فورفوت دارن روش بحث میکنن و هم از لحاظ ژنتیکی هم از لحاظ آماری توش بررسی کردن، مشکلات تیروئیده. دیدن مشکلات تیروئید، مخصوصا هایپوتیروئیدی، دفرمیتی های لسرتو و هالوس والگوس رو تشدید میکنه و تو این افراد بیشتره. به یکی از اتیولوژیایی که دارن مطرح میکنن مشکلات تیروئید. از نظر کلینیکی چیزایی که ما میبینیم، باید ببینیم این دفرمیتی که داریم فلکسیبل یا ریجیده. چجوری چک میکنیم فلکسیبل یا ریجیده؟ چه تستیه؟ پوش آپ تست. پوش آپ تست یعنی چی؟ یعنی مریض نشسته انکلش رو دورسی فلکس میکنه. اگه با دورسی فلکشن انکل دفرمیتی برطرف شد، میشه چی؟ میشه فلکسیبل. اگه برطرف نشد میشه ریجید. تو معاینات حتما باید نوروماسکولار رو بررسی بکنید. از نظر کورنی هم که وجود داره، یعنی اون زایات کورنی که وجود داره، میتونه اند کورن داشته باشه در اثر اون فلکشن دی آی پی، هارد کورن روی خود مفصل پی آی پی داشته باشه، یا زیر ام تی پی
ما کورن داشته باشیم. این سه ناحیه میتونه دردناک بشه. خب بر اساس همین که گفتیم میتونیم فلکسیبل همرتو باشیم. این جدول کتابتونه که خیلی معروفه، ازش سوال میاد، سریع الان با هم دورش میکنیم که فقط بدونین درمانش چجوریه. یا فلکسیبل تو داشته باشیم، اکستنشن ام تی پی داشته باشیم، سابلاکسیشن و کراس اوور تو. درمانش رو در عرض چند دقیقه فقط به صورت الگوریتمی بهتون میگم که بدونین چی به چی. اومدیم الان مریض اومده فلکسیبله. مرحله اول درمان چیه؟ ناناپ. درمان مرحله اول ناناپه. ناناپ چجوریه؟ بهش یه اکستنشن بریس میدی، استروئید بهش، انسید بهش میدی که التهاب برطرف بشه، ورزش‌های تقویتی اینترنسینکا و اکستنسینکا رو بهش میدی. آیا موفقه یا نه؟ معمولا جواب نمیده. این دقیقا متن کتابه. کنزرواتیو تریتمنت معمولا داخل همرتو جواب نمیدهد، ولی باید حتما ترایشو بکنی. مرحله بعدیش چیه؟ حالا مریض همچنان فلکسیبله، به درمان کنزرواتیو بتونم جواب نداده. مرحله بعدی میشه سافت تیشو پروسیجر. میایم چیکارش میکنیم؟ فلکسور به اکستنسور ترانسفر میکنیم. خب برای اینکه فلکسور به اکستنسور ترانسفر بکنیم حتما باید زیر 30 سال باشه. این متن کتابتون میگه برای افراد زیر 30 سال این روش استفاده میشه. دفورمیتی تو ام تی پی نباید باشه، فلکسیبل پی آی پی باشه. تکنیکش هم اینه، اف دی ال رو می از دیستال ریلیز میکنی، میبری به دورسال پی وان، بغل اکستنسور میدوزیش. چه کاری قرار انجام بده؟ ام تی پی رو بیاره توی فلکشن که ای دی ال بتونه کارشو بکنه. گفتیم تمام علت مشکلمون اینه که ای دی ال نمیتونه فعالیت درستش رو انجام بده دیگه. پس هدف از این کارمون اینه که بیاریم پی وان رو بیاریم تو فلکشن که ام تی پی بره تو فلکشن که ما بتونیم ای دی المون کار درست انجام بده. خب یه مرحله رفت جلوتر، مریض اومده یه مرحله بالاتر، مودریت دفورمیتی داره. فیکس دفورمیتی توی پی آی پی داره، یعنی دیگه اصلاح نمیشه، ولی ام تی پی همچنان اصلاح میشه، فلکسیبل. درمان چیه؟ تو کتابتون ترمش از درمودز. خب رزکشن آرتروپلاستی به علاوه درمودز. میای اون کورنی که روی پی آی پی داری و به صورت الیپتیکال برش میداری، اکستنسور تو ریلیز میکنی تو اون مرحله، سر پیوانو، هد پیوان و نکشو ریزکت میکنی که این مرحلهش میشه رزکشن آرتروپلاستیش. و مرحله بعدی همونجوری که اینجا میبینید از پوست تاندون اکستنسور رو میاری، یعنی از پوست رد میکنی، تاندون اکستنسور رو میگیری، میری پوست مقابل و میکشی. به این کار میگن درمودز. اون درمودزی که میگه این مرحلهشه. حالا دفورمیتی بدتر بود، یعنی چی؟ یعنی پی آی پی فیکس بود، ام تی پی هم فیکس بود، ولی هم دیسلوکه نبود. یعنی یه اکستنشن دفورمیتی داری توی ام تی پی فیکسه ولی دیسلوکیشن نداری. برای پی آی پی مرحله همونه مثل قبله، یعنی میای درمودز میکنی، رزکشن آرتروپلاستی. برای ام تی پی باید استپ بای استپ بری. استپ اول چیه؟ ای دی بی رو تنوتومی میکنی، ای دی ال رو زد پلاستیش میکنی. بعد چک میکنی ببینید دفورمیتی اصلاح میشه یا نه. یعنی مچ پا رو میاری تو دورسی فلکشن ببینید ام تی پی ریلیز میشه، استیبل میشه یا نه. اگه شد همینجا تموم میشه. نشد مرحله بعدی چیه؟ کپسولوتومی دورسال میکنی. یعنی دورسال ام تی پی رو همونجوری که تو کتابتون هم نوشته یه کپسولوتومی واسش انجام میدی. کپسولوتومی کردی، چک میکنی اصلاح شد، تموم. اصلاح نشد مرحله بعد چیه؟ میای با یه تیغ بیستوری کلاترال رو تو همین ناحیه ام تی پی از به صورت اینساید اوت ریلیز میکنی. این میشه کل پروسیجر سافت تیشویی که اینجا واسش انجام میدیم. این مراحل که انجام بدی تقریبا 90% موارد اصلاح میشه. خب اصلاح شد، گفتیم ای دی بی رو تنوتومی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی دیگه کارش نداریم. زد پلاستی ای دی ال انجام میدیم. میخوای ترمیم کنی ای دی ال رو تو چه پوزیشنی باید پا رو بذاری که ترمیمش کنی؟ حتما انکل تو باید ببری توی 90 درجه دورسی فلکشن، یعنی انکل تو میذاری تو نوتر، بعد ای دی ال تو ترمیم میکنی. این که انکل پلانتار فلکس باشه بخوای ای دی ال تو ترمیم بکنی باعث میشه اون تنشنی که ای دی ال باید داشته باشه رو از دست بده. انکل رو میبری تو 90 درجه فیکسش نگه میداری، ای دی ال تو ترمیم میکنی، یک کی وایر میذاری که مفصل تو پوزیشن نگه داری و عملت اینجا تموم میشه. 1% اگر این کارو کردی عملت یعنی ریلیز انجام نشد یا ام تی پی اصلاح نشد، اون موقع باید چیکار کنی؟ رزکشن آرتروپلاستی ام تی پی میکنی، یعنی هد ام تی پی تو ور میداری. خب حالا این مریض خودمونه که اومدیم درمودز پی آی پی کردیم برای چیزه
با این مریض ما تا مرحله آخرش مجبور شدیم پیش بریم، یعنی تا مرحله کلاترال ریلیز که رفتیم تازه اونجا خودش رو یعنی فلکشنش دفورمیتیش برطرف شد. حالا اومدیم یه مرحله جلوتر، MTP دیسلوک است. اینجا باید چیکار بکنیم؟ پروسیجری که انجام بدیم بهش میگن دکمپرشن پروسیجر، یعنی اون فورس داخل مفصل رو میخوایم کم بکنیم وقتی دیسلوک است. دو تا کار میتونی انجام بدی، یکی رزکشن آرتروپلاستی بکنی، یعنی سر MTP تو برداری، یکی ویلوستوتومی بکنی. ویلوستوتومی هدف اسمش رو زیاد میشنویم. ویل اصلا چجوریه؟ متاتارس رو میخوایم کوتاه کنیم. وقتی با کوتاه میکنی یه برش اوبلیک بهش میدی، دقیقاً با برش اوبلیک سر رو به سمت عقب میبریم، باعث میشه مفصل دکمپرس بشه. هدفش شورتنینگ و دکمپرشن مفصله. اگر کراس اوور تو داشته باشه که دیگه میشه مرحله آخر، باید EDB رو ترانسفر بکنی، از مدیال ببریش، از لترال ببریش به مدیال و کلاترال رو ترمیم بکنی. این یه الگوریتم کلیه. گفتیم اگه فلکسیبل بود میایم FDL به EDL ترانسفر میکنیم، اگه فیکس بود درمودز و رزکشن آرتروپلاستی میکنیم. بر اساس MTP که حالا تو اکستنشن هست یا نیست تصمیم میگیریم ادامه مراحلش رو چجوری بریم. فقط یه جمله درباره کامپلیکیشنش هم بهتون بگم. شایع‌ترین کامپلیکیشنی که پست آپ اتفاق میفته ایسکمیه. انگشت رو اصلاح کردیم میره تو ایسکمی. درجه اولین کاری که باید بکنین چیه؟ پینو در بیارین. خب به محضی که دیدین مریض ایسکمی پیدا کرد انگشت دیدین، باید پینو در بیارین و اگر دیدین دوباره برنمیگرده اون موقع داره اتاق عمل اکسپلور بشه. کامپلیکیشن های دیگه هم که وجود داره، مثلا ریکارنس اتفاق بیفته، اسنیفنس و تورم تا چه مدت طبیعیه؟ بعد از جراحی فورفود تا 8 ماه. این هم جفت مریضای ما که خب یه مریض آرترودز و این فالوآپ تقریبا 8 هفته‌ایشه، این یکم عین پست آپ این جراحیشه. خیلی عالی استاد موعدی. استاد ما همیشه توی کنگره ها در خدمت شما هستیم. استاد اگه تو این زمینه نظری دارین استاد بفرمایید، ما استفاده کنیم، خیلی خوشحال میشیم. نظر خاصی که ندارم، خیلی هم جالب بود. البته بعدم از دکتر باقری بعد در رابطه با اسکاپولا سوال دارم. نکته که هست من فکر میکنم آقای دکتر خیلی مبسوط همه رو گفتن. مریضی که هالوکس این داستان سکند تو واقعا یه موزلی هست. من به هیچ رزیدنتی توصیه نمی کنم که بهش دست بزنه، مگر اینکه قشنگ یه مهارتی پیدا کرده باشه و بایومکانیک فوتو کامل متوجه شده باشه. وگرنه اگه برسی به جایی که بخوای سر متاتارس رو ریزکت بکنی های دکتر، یعنی خودت انداختی تو چاه، چون در واقع شما آرک پا رو به هم میزنی، ترانسورس آرک پا رو به هم میزنی و بعد با درد زیر سر متاتارس 3 و 4 و 5 مریض میاد سراغت، یعنی ترانسفر متاتارسالژیا پیدا کنی. هرگز نباید سر متاتارس رو یه دونه رو ریزکت کرد. اگه شما میبینید تو مریض آرتریت روماتوئید MTP فیوژن میکنید، لسر تو ریزکشن آرتروپلاستی میکنید برای همه و باید اون کسکید رو در واقع مثل کلاویای پیانو حتما حفظش بکنید. نکته دوم این هستش که هر مریضی که هالوکس، اولا که شما اگه مریض رو انگشت دومش رو اصلا آمپوته کنی، انتظار داری که هالوکس والگوس پیدا بکنه، یعنی فضا باز میشه و برای من هالوکس والگوس اتفاق میفته. بالعکسش هم هست، یعنی هر مریضی که سکنتوش درگیر میشه شما باید هالوکس والگوسش رو اول اصلاح کنی، فضا رو براش باز کنی که انگشت دوم بتونه بیاد پایین. و نکته آخر این که در رابطه با در واقع اینکه چرا این اتفاق میفته، تقریبا میشه گفتش که اغلب مریضایی که هالوکس والگوس دارن و تو دهه دوم سوم عمل نمیکنن، تو دهه پنجم ششم با ناپایداری اینستیبیلیتی MTP دوم مراجعه میکنن، با همین همرتویی که شما میبینید. و دلیلش این هستش که به مرور این انحراف هالوکس والگوسی که شما دارین تو کفش در واقع برادر بزرگه حق برادر کوچیکا رو میخوره. انگشتا جا نمیشن توی در واقع کفش و در واقع یه پلن میان بالاتر وای میسن. تاندونای اکستانسور شما به تدریج کوتاه میشه و نکتهش این هم هست که لزوما این نیست که آقای دکتر
تفسیری که شما کردین گفتین که همرتو برای انگشت دومه و کلوتو همه انگشت. نه گفتم یکی از یکی از انگشت‌های 4 تا. ببینید تقسیم بندی که کردید این باید من فکر کنم سادهش کنیم برای رزیدنت ها. ملتو دی آی پی فلکسه، همرتو پی آی پی فلکسه، صرف نظر از اینکه دی آی پی کجاست یا مثلا ام تی پی تون چیه. هالمارک کلاتو هایپر اکستنشن ام تی پی. یعنی اگر این سه تا کامپوننت رو توی ذهنتون همیشه داشته باشین بین اینا افتراق می‌ذارین. و دیگه نمیدونم حالا توی اصلاح در واقع این سیکونسی که در واقع برای همرتو یا کلوتو صحبت میکنید واقعا خیلی مهمه. اگر که فقط یه انگشت درگیر باشه همین کاری دکتر فرمودن با همین سیکونس میتونیم بریم جلو. یعنی ای دی بی رو بزنین، اکستنس ویزور لونگوس رو لینکترینگ بکنین، دورسال کپسولوتومی بشه، این سافت تیشوتونه و قطعا تو این مرحله شما باید چک کنید ام تی پی تون استیبل هست یا نیست. اگه شما ام تی پی رو در واقع ریدیوس میکنید دوباره پاپ میکنه بیپره بیرون، اون وقت اون ویلاستیوتومی رو میخوایم و بعد دوباره اپروچ به پی آی پی جوینتتون اگه درگیر باشه. این نکاتی است که من فکر می‌کنم انگشت دوم خیلی باید با دقت بهش اپروچ کرد، خیلی خیلی برمیگرده. و نکته بعدی هم این که اگر که با بقیه تاندونا چون در واقع تاندونای شما اکسشودیوسوم لونگوس شما 4 تا لسرتوها با هم یکی میشه. شما اگه برین یکی رو بالانس کنید و 3 تا دیگر رو ایگنور بکنید دوباره برمیگرده. یعنی خیلی مواقع شما مجبوری وقتی داری انگشت دوم نگاه انجام میدین به تاندونای اکستانسور لسرتوی 3 و 4 و 5 تون هم دقت کنید. اگر اونا هم کوتاه باشه باید اونا رو هم اصلاح بکنید. اگر چون تنشن اینا با هم هستش و همشون یه اوریجین دارن دوباره اون تاندونی که شما اصلاح کردین دوباره میاد توی اکستنشن، یعنی در واقع برمیگرده کانسش زیاد. برای انگشت دوم دست نزنین تا اونجا که میتونین. ممنون از همگی، خیلی جلسه خوبی بود، خیلی متشکرم از همگی. انشالله در پاییز در خدمت. پاییز یه تمام شد. سشن بعدی اون انشالله در پاییز. خیلی ممنون دکتر اصلانی و بقیه.